مورد بعدی اوازمان هستش. تو مود کار ابزار شکل دهی میتونین روی یک قطعه یا تعداد بیشتری اوازمان ایجاد کنین. برای این تعداد اوازمان میتونه نسبت به یه نقطه باز بشن یا نقاط متفاوتی داشته باشن. برای ایجاد اوازمان به این شکل عمل میکنین که اول نقطه ای رو که اوازمان تو اون نقطه قرار باز بشه و بعد از اون یه نقطه ثابت رو انتخاب میکنیم. موقعی که میخوایم عملیات اوازمان رو انجام بدیم روی این گزینه کلیک میکنیم. کلیک کردین یه پنجره باز میشه که ترتیب انتخاب نقاط رو برای ایجاد اوازمان روی چند نقطه رو نشون میده. زمانی که این پنجره باز میشه انتهای سمت راست فقط گزینه اگزیت هستش که برای حذف عملیات ایجاد اوازمان روی چند نقطه میشه از این کلید استفاده کرد. منتها وقتی شما نشانگر موستون رو میانین روی نقطه های مشخص شده این ضرب درها قرار میدین که میبینیم وقتی من نقطه رو میارم هم شکل این نوشته پشت فلش تغییر میکنه، همین که نقطه‌ای که موس رو میارم روش قرار میدم به صورت قرمز رنگ در میاد، یه حاشیه قرمز رنگ دور نقطه ایجاد میشه. خب مورد اولی که هست اینجا نوشته select the breaking point یا همون خط شکست هستش. اول این نقطه رو انتخاب میکنیم، بعد این اتوماتیک میاد رو گزینه دوم، این نقطه ثابتی که متفاوت از نقطه شکست باشه. به عنوان مثال من میام این نقطه رو انتخاب میکنم. بعد که این دوتا رو انتخاب کردم گزینه اپلای خودش اینجا ایجاد میشه. فقط دقت کنین که ما میتونیم بیش از یه دونه اوازمان ایجاد کنیم. مثلا من الان اینجا یه دونه اوازمان رو ایجاد کردم، یه نقطه شکست و یه نقطه ثابت رو انتخاب کردم. الان میتونم یه اوازمان دیگه مثلا این نقطه و یه نقطه ثابت دیگه در نظر بگیرم که دوتا بهش چیز کنم. حالا من یه نقطه رو اول اینجا کاراشو انجام میدم ببینین، بعد دو نقطه رو امتحان میکنم. بعد که کلید اپلای رو زدین پنجره تنظیمات اوازمان باز میشه. تو این قسمت میتونین تنظیم کنین که اوازمان به صورت به وسیله زاویه ایجاد بشه یا فاصله و یا نوع اوازمان خطی باشه یا منحنی، یعنی فاصله بین دو نقطه به شکل خطی باشه یا منحنی باشه که تو نوع اوازمان به صورت منحنی تو فاصله بین دو نقطه منحنی بیزیر به صورت اتوماتیک قرار میگیره. در صورتی که بخواین اوازمانتون با زاویه کاملا مشخص ایجاد بشه تو پنجره تنظیمات اوازمان گزینه زاویه رو انگل یا زاویه رو باید بزنین و بعد از درج زاویه مشخصتون، الان مثلا من زاویه 30 درجه رو میزنم، بعد اکسپت رو میزنم که حالا ببینیم چه تغییراتی روی الگومون به وجود میاد. همونجوری که میبینین اوازمانمون ایجاد شد. من اینو برمیگردونم به حالت اولیه‌اش، دوباره این عملیات رو انجام میدم که فاصله رو گزینه فاصله رو امتحان کنیم با هم دیگه. گزینه فاصله هم برای وقتیه که یه فاصله خیلی مشخص قرار اوازمانتون داشته باشه. تو پنجره تنظیمات گزینه فاصله رو انتخاب میکنین و بعد از درج اندازه مشخص میتونین گزینه اکسپت رو بزنین. اینجا یه دونه مکان نمای کشویی هستش که میتونین قبل از اینکه اندازه رو اینجا وارد کنین از طریق این البته این فقط تو حالتیه که گزینه فاصله رو انتخاب کرده باشین، تو اون حالت کار میکنه. اینو میتونین با کشیدن به سمت راست میزان تغییراتی که قرار انجام بشه تو فاصله های مختلف بر اساس میلیمتر فاصله های مختلف رو ببینید. الان مثلا من اینجا دوباره فاصله 30 میلیمتر رو بدم و اکسپت رو بزنم، اوازمانمون تو فاصله 30 میلیمتری ایجاد میشه، به اندازه 30 میلیمتر ایجاد میشه. خب حالا بریم چند تا نقطه رو امتحان کنیم. گزینه اوازمان رو میزنم، اول بریکینگ پوینت رو باید انتخاب میکنم، بعد نقطه ثابتم رو انتخاب میکنم. الان دوباره برگشت رو بریکینگ پوینت، حالا مثلا این رو انتخاب میکنم، دوباره یه نقطه ثابت انتخاب میکنم برای خودم که این میتونه تا چند تا هم
باشه. حالا من 2 تا انتخاب کردم، بعد اپلای رو میزنم، دوباره میاد اینجا. خب الان تو تنظیماتی که باز شده دوباره همون تنظیمات قبلی رو داریم، فقط چون 2 تا ما الان اینجا عوضمان داریم، یعنی ما 2 تا فاصله باید اینجا درج کنیم. ممکنه حالا عوضمانامون تو یک اندازه باشن، مثلا اندازه 20 رو داشته باشن هر کدوم، که اون موقع ما باید مقدار 40 رو بزنیم، حالا چه واسه زاویه چه واسه فاصله. الان مثلا فاصله میخوایم عوضمانامون، هر 2 تا عوضمانامون فاصله 20 داشته باشن، اون موقع اندازه مقدار 40 رو میزنیم. ما وقتی مقدار 40 رو وارد میکنیم به صورت مساوی بین 2 تا عوضمان تقسیم میشه. منتها ممکنه که ما عوضمانامون بخوایم اندازه‌های مختلف داشته باشن. برای این کار مثلا الان عوضمان اولم که این عوضمان بوده، من میخوام فاصله 20 رو داشته باشه و عوضمان دومم فاصله 30 رو داشته باشه. تو این حالت بعد از اینکه اندازه اولی رو وارد کردین یه اسپیس میزنین، بعد فاصله دومی رو میزنین، اکسپت رو بزنین، 2 تا عوضمان با فاصله هایی که گفته شده، با فاصله های درج شده اینجا ایجاد میشن. که همین رو برای زاویه هم ما بخوایم انجامش بدیم دقیقاً به همون شکله. من زاویه رو انتخاب میکنم، مثلا یه زاویه 20 درجه میخوام، یه زاویه 30 درجه. اکسپت رو که میزنم، عوضمان اولم بر اساس زاویه 20 درجه و دومی بر اساس زاویه 30 درجه. مورد بعدی بستن عوضمان هستش. تو مودکار ابزار شکل دهی میتونین به شکل خودکار یه عوضمان یا پیلی رو ببندین. از این عملیات میتونین برای درز گرفتن یا تنگ کردن قطعات الگوتون از داخل استفاده کنید. برای انجام این عملیات به 4 تا نقطه نیاز دارین تا محل بسته شدن رو تداعی کنن. توجه کنین که حتی اگه قصد بستن عوضمانی رو که خودتون ایجاد کردین دارین، باید همون 4 تا نقطه رو انتخاب کنین. اگرچه ابتدا و انتهای عوضمان به وسیله 3 نقطه مشخص میشن، تو این حالت نقطه ثابت رو 2 بار انتخاب میکنین. حالا این کار به چه شکلی انجام میشه؟ حالا من همین شکل قبلی رو، عوضمانی که ایجاد کردم رو الان میخوام یکی از عوضمان‌ها رو ببندم. برای بستن عوضمان از این گزینه استفاده میشه. این گزینه رو که روش کلیک میکنین این جدول کناریش باز میشه. اول میگه که یه نقطه اول رو انتخاب کنین. به چه شکلیه؟ اول من یک نقطه رو انتخاب میکنم، میام موسم رو روی این نقطه قرار میدم. بعد گفته نقطه دوم رو انتخاب کنین. مثلا نقطه دوم که این نقطه بود، اینو انتخاب میکنم. حالا نقطه سوم دوباره کنم، نقطه سوم همون نقطه اول باید باشه. این رو انتخاب میکنم. بعد برای بستن پیلی نقطه 4 رو که میزنین خودش به صورت اتوماتیک پیلی رو میبنده. من روی این کلیک کنم پیلیم بسته میشه. مورد بعدی خم شدن الگو هستش. تو مودکار ابزار شکل دهی میتونید قطعه رو توسط 2 تا خط خم کنید. این عملیات برای ایجاد باند کمر، کمربند، یقه و حالا موارد دیگه کاربرد داره. این روش در واقع نوعی ایجاد کردن عوضمان محسوب میشه. برای درک بیشتر این عملیات باید این مراحل رو انجام بدین که الان خدمتتون عرض میکنم. برای خم کردن الگوتون این گزینه یا گزینه فولنس رو باید بزنید. روی این گزینه که کلیک میکنین دوباره حالت موستون تغییر پیدا میکنه. 2 تا خط، یعنی در حقیقت 3 تا خط رو باید انتخاب کنین. خط اول، حالا به عنوان مثال اصلا بذارین من یه شکل خیلی ساده تری رو اینجا براتون رسم کنم که شکل گویاتر باشه. حالا به عنوان مثال، بر فرض مثال الان ما این شکل رو، این الگو رو داریم. میام روی این گزینه فولنس انتخاب میکنم یا خم شدن انتخاب میکنم. 3 تا خط رو من باید انتخاب کنم. خط اول خطی از قطعه هستش که میخواین ضمن خم شدن طول اون هم افزایش پیدا کنه.
برای انتخاب این خط مکان نما رو یا موستون رو روی خط حرکت میدین تا وقتی که خط قرمز بشه و علامت مکان نماتون از حالت این علامت تعجب به حالت اوکی در بیاد. اما من این خطم هم قرمز شد، روی این یه دونه کلیک میکنم. خط دوم خطی از قطعه هستش که خم میشه بدون اینکه افزایش طول داشته باشه. برای انتخاب این خط دوباره موستون رو روی خط قرار میدین که حالت قرمز رنگ پیدا کنه و از حالت تعجب پشت اون فلش به صورت اوکی در بیاد. روی این هم که کلیک کردیم میمونه خط سوم. خط سوم خطی هستش که به صورت ثابت باقی میمونه و موقع خم شدن قطعه مکان اون خط تغییر پیدا نمیکنه. برای انتخاب این خط هم موستون رو میارین روی خط قرار میدین، دوباره اون تغییر حالته که اتفاق افتاد روش کلیک میکنین. وقتی کلیک میکنین یه جدولی براتون باز میشه، جدول فولنس هست. تو این پنجره‌ای که باز میشه تو اون طول فعلی خط رو که خم میشه یعنی خط اول رو نشون میده. تو قسمت بالای پنجره طول فعلی خط اول نمایش داده میشه و تو قسمت پایین این پنجره میزان خم شدگی این خط رو میتونید درج کنین و کلید تایید رو بزنید. الان به عنوان مثال من عدد 20 رو بهش میدم و اوکی که میزنم این خط خم میشه به این شکل. خطمون خط ثابتمون هست، این خطمون اندازش تغییر نکرده و این خطمون اندازش افزایش پیدا کرد. مورد بعدی افزودن محیط فرانسوی به محیط یک قطعه هستش. یه منحنی فرانسوی میتونه شامل تعدادی منحنی با اشکال ترکیب شده باشه. تو مود کار ابزار شکل دهی این امکان وجود داره که منحنی فرانسوی رو به محیط یک قطعه اضافه کنیم. این عملیات برای رسم سریع الگوهایی با انواع منحنی ها مثل منحنی کاپ آستین، حلقه آستین و گردن بسیار مفیده. قبل از استفاده از این منحنیات ابتدا باید یک مجموعه از منحنی‌های مورد استفاده رو تو بانک منحنی‌های فرانسوی نرم افزار ذخیره کنین که حالا به صورت دیفالت هم داخل نرم افزار یه سری منحنی‌ها ذخیره شده هستش. از منحنی‌هایی که توی این بخش ایجاد و ذخیره می‌کنیم میتونیم برای طراحی‌های بعدی روی محیط قطعات دیگه‌تون استفاده کنیم. برای افزودن یه منحنی فرانسوی به محیط یک قطعه 2 تا کار باید انجام بدیم. اول استخراج منحنی فرانسوی مورد نظر از محیط یک قطعه و ذخیره اون تو بانک منحنیاست. مورد بعدی افزودن منحنی فرانسوی ذخیره شده تو بانک منحنیا به محیط قطعه مورد نظرتون هستش. برای استخراج منحنی فرانسوی از یک قطعه به این شکل باید عمل کنید. الان به عنوان مثال من این قطعه رو اینجا دارم. برای استخراج منحنی فرانسوی میام باید روی این گزینه کلیک کنم. کنار این شکل منحنی فرانسوی یه مثلث کوچیک هست، رو اون کلیک میکنیم 2 تا گزینه باز میشه که اولی افزودن منحنی فرانسوی است و دومی استخراج منحنی فرانسوی. برای استخراج منحنی فرانسوی گزینه دوم رو میزنیم، بعد شکل موسمون عوض میشه به صورت یه فلش کنارش علامت تعجب است. تو این حالت باید اول نقطه ابتدا رو انتخاب کنیم که حالا به عنوان مثال من این نقطه رو به عنوان نقطه ابتدا در نظر میگیرم و بعد نقطه انتهایی مثلا این قسمت و بعد یک خط بین نقطه ابتدایی و نقطه انتهایی. حالا یه نکته‌ای که اینجا باید در نظر بگیریم اینه که حالا ممکنه این بین نقطه ابتدایی و انتهاییمون فقط یک خط باشه که هیچ نقطه‌ای داخلش نباشه، یا اینکه از چند تا خط یا یک منحنی باشه یا چند منحنی و چند تا خط باشه بین نقطه ابتدایی و انتهاییمون که هیچ فرقی نمیکنه، فقط صرفا یک خط باشه که بین نقطه ابتدایی و انتهاییمون قرار داره. مثلا من این خط رو که این بین این 2 تا نقطه قرار داره و یعنی در اصل بین نقطه ابتدایی و انتهایی هست رو انتخاب میکنم. بعد پنجره‌ای که باز میشه اسم منحنی فرانسوی رو ازتون میخواد که حالا مثلا من
یه اسمی از خودم میدم بهش، اوکی رو میزنم. اینجا منحنی که اضافه کردین میاد داخل منحنیایی که به صورت دیفالت از قبل بوده داخل نرم افزار، اینجا اضافه میشه. بعد میتونین با زدن دکمه اوکی منحنی جدیدتون رو اینجا سیو کنین که بعد خواستین این منحنی رو تو الگوهای بعدیتون رو قطعه های دیگه بخواین پیادهش کنین، از اینجا اونو بتونین اضافهش کنین. برای اضافه کردن منحنی فرانسوی هم کنار مثلث کوچیک میذاریم و گزینه اول رو انتخاب میکنیم Add French Curve و بعد دوباره مثل حالت قبل نقطه ابتدایی رو انتخاب میکنیم، نقطه انتهایی و بعد حالا یک خط، فرقی نمیکنه کدوم خط رو انتخاب کنیم. بعد حالا از گزینه‌ای که یا از قبل داشتین یا منحنی هایی که به صورت دیفالت هست داخل نرم افزار از اون استفاده میکنین. مثلا من اینو بکشم پنجره رو اینور که شما شکل‌های مختلف رو ببینیم. من رو هر کدوم کلیک میکنم منحنی فرانسوی مشخص به خودش رو میاره روی شکلم نشون میده که حالا مثلا این مورد رو من بزنم، این با شکل قبلیش فرق داره. اما اوکی رو بزنم اینجا ببینید این شکل اولیش بوده و حالا این منحنی فرانسویه که من بهش اضافه کردم. نکته‌ای که اینجا باید بهش توجه کنین اینه که وقتی موقع استخراج منحنی فرانسوی فقط شکل منحنی و نقاط روی منحنی اون ذخیره میشن و قوانین سایز بندی اونا و چرت ها ذخیره نمیشن. یه نکته دیگه هم بگم بهتون، بعد از اضافه کردن منحنی فرانسوی نقاط جدید سایز بندی وجود ندارن و اندازه منحنی ایجاد شده متفاوت از اندازه منحنی که شما استخراج کردین و فقط شکل اون رو داره. اندازه این منحنی نسبت به محیط قطعه به شکل متناسب محاسبه میشه، یعنی قرار نیست با اون ابعاد و اندازه هایی که شما منحنی فرانسوی رو ذخیره میکنین و میخواین روی الگوی یا قطعه جدید پیادهش کنین همون ابعاد باشه. با ابعاد و اندازه های جدید این قراره روی شکل قرار بگیره که حالا میتونین دوباره اون رو تغییر بدین.